ба дасти толибон гузаштани чанд минтақаи ҳам марзи тоҷикистон ва ҳам ду гузаргоҳи асосии марзӣ ва ақибнишинии беш аз 100 сарбози афғон ба қаламрави тоҷикистон рӯзи 22 июн воқеияти наверо дар равобити миёни тоҷикистон ва афғонистон пеш овард. дирӯз Кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон ваз дар сарҳад бо афғонистонро мураккаб номида гуфт 134 сарбози афғон ба муқовимат бо толибон тоб наоварда маҷбур шуданд сарҳади давлатиро убур карда ба самти тоҷикистон фирор намоянд. ин дар ҳоле аст ки мақомоти расмӣ чанде пеш аз эҳтимоли вуруди паноҳандагони афғон ҳушдор дода буданд. ҳоло аз ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод таҳаввулоти ахир дар марзро мепурсам ки ҳамроҳи ман дар студия қарор дорад. бифармоед. خبرنگاران رادیو آزادی از مرز تاجیکستان و افغانستان میگویند حالا روا از طریق پل پنج پایان و گذشتن به گذرگاه شیرخان بندر منع شده است. طالبان روز پیشتر این گذرگاه را گرفتند. ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان گفتند صبح 22 ایون صدای تیراندازی شدید را میشنیدند. بیش از 100 سرباز افغان که در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به خاک تاجیکستان گذاشتند بعد یک روز به دوشنبه آورده شدند. بنابر اطلاع دریافته انتظار می رود آنها را به کابل برگردانند. خب منبع‌ها و رسانه‌ها میگویند دو گذرگاه مرزی از جمله کوکول که مقابل نویه فرخورز نیز به دست طالبان گذاشتند و در این نویه‌های منطقه کلوب وضع چگونه است؟ ببینید حوادث افغانستان الحال به وضع در ناحیه‌های همدانی و فرخار تاثیر آشکاری نکردند. این گوشه‌های تاجیکستان از ولایت تخار افغانستان رود پنج جدا می‌کند. مقامات میگویند در رابطه با وضع آمادگی خاصی گرفته نشده است. در صحبت با رادیو آزادی بازار علی آدین‌زاده رئیس ناحیه مرزی همدانی گفت مرز جمهوری تاجیکستان آرام است و معلومات انیق‌تر را کمیته سرحدات می‌داند. اما ساکنان تاجیکستان میگویند که آنها شبانگاهان صدای تیراندازی‌ها را میشنوند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که 134 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان گذاشتند. در بیانیه رسمی آمده است یکی از سربازان افغان کشته شده است و 4 نفر دیگرشون زخمی هستند. منابع رادیو آزادی میگن که زخمیان در شفاخانه ناحیه جیهون معالجه میشوند. خبرنگاران ما یعنی خبرنگاران رادیو آزادی کوشش دارند با سربازان زخمی هم صحبت شوند ولی مقامات شفاخانه ناحیه به آنها اجازت نداده است و خودداری کرده است. ولی صرف نظر از این همه اخبار آرام کننده به نظر می رسد که جمهوری به وضعیت نو آماده می شود. خبرگزاری نوشتند که رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف گفته است که این استان می تواند تا 10,000 پناهنده افغان را قبول کند. نه؟ بله، یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان از وضع افغانستان و تاثیر احتمالی آن به تاجیکستان نگرانی کرده است و گفته فیضوف گروه‌های تندرو اکثر منطقه‌های سرحدی را تحت تصرف قرار داده و اینفراستراکچورهای کشور همسایه خسارات مالی و جانی وارد نمودند. وضعیت ناامن در کشور هممرز افغانستان ما را هشدار میدهد که ثبات داخلی را تامین نماییم. در حالتهای احتمالی خللدار ساختن مرز دولتی بهر محافظت خاک مقدس کشور ایستادگی نموده عکس العمل جوابی را از خود نشان دهیم گفته است رئیس ولایت بدخشان. و هفته گذشته یادگار فیضوف در جلسه گفت که محصولات نیاز اول را در این ولایت باید ذخیره کنند و برای قبول پناهندگان احتمالی آمادگی گیرند. با گفته او ساکنان با مرزبانان برای حفظ سرحد کمک میکنند و دعوت کرده است که برای حفظ مرز باید همه در حالت آماده باش قرار داشته باشند. بله، تشکر برای صحبت.